سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به چنل شکیباز شو. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. چه ویدیویی؟ اگه گفتید بچه‌ها تو کامنت هم دارم بگید. خب نه دیگه اونقدر سر کامنت نکشید بچه‌ها که امروز اومدیم با ویدیو جدید تراینات تو لف. حالا چجوری قراره این ویدیو رو ما اجرا کنیم؟ دهنمون رو پر آب میکنیم و سعی میکنیم به اون ویدیوها نخندیم، ولی اگر بخندیم چی میشه؟ یه امتیاز برای اون یکی حساب میشه و آخر ویدیو مجازاتش هم میشه. آفرین. بریم؟ نه نریم؟ بریم. آی فیلم رو بریم. سنی دیل 1 2 3. الان واقعا میخوای با اون بخوری؟ با چه بخور؟ لیوان. کو الان لیوان خودت کو؟ یا لیوان هست اول بس ساعت رو همون بریم. این تراینات لب نیست، این بیشتر سعی کن جلو خندتو بگیری. مگه نمیگم داره ویدیو حساب میکنه. عباس یه حالت دوفنگ گرفته. Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un tu ta ta tu ta tu tu. Ok. Dame un grr. Ya. Nó kìa nó tiếng kỳ tôi ơi. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! بچه من دارم هر کاری میکنم امتیازی بگیرم. تا الان یه بار خندیده. خب تا الان بچه امتیازمون چقدر شده؟ یک هیچ. بریم واسه ویدیو بعد. مجازات چیه؟ آخر ویدیو گفته میشه دوست عزیز. You know that, baby, I'm your biggest fan! خونه خودتا نمیشه که پارش کنی بابا. من این باید بکنم. یعنی خدایی دم صبحی مغزم ترکید از گردن کلفتای بدنسازیه که خودشو سالیان سال قایم کرده، خودشو نشون نداده. میخوای نشونتون بدم؟ بدنساز! میدونی چرا دخترها تو گوشیشون بازی ندارن؟ چون با قلب پسرها بازی میکنن. دارم میمیرم خنده. آقا یک یک شدیم. خفه شو گل این توف میکنه توی باز میخوره لعنده. آقا تو
ما فیلم برده علکی نیاوردیم آقا. شما امتیازا رو بگو تا الان. اوکی یک ولی خب یکیش بود آقا. الان بابام بود خندی. یک آقا امتیازاتو به شما یاد. دوستان عزیز، آقا محمد یه موتور صفر ازمون خرید. بچه‌های محلمون فوتبالیست درجه 1 استان بوشهر. فقط فوتبالیستا میشناسن محمد چه بازیکنیه. ولی جدیداً فوتبال بازی می‌کنه. مبارکت باشه. خیلی ممنون. دست در نکنه. متشکرم. دو مدیر. خدا حافظ آقا من. میسم دست بالا. میسم این چیه نگاه میکنی؟ میسم میکشمت، به خدا میکشمت میسم. برابر درهای چسب سمت دستمال بخرید. هرم بچه بیچیده سواب داره رای داریم شهر داره درها الهی هر آزم جرگه داری هر مشکلی داری شیرین جنبالو بیا پایین که داره عصبم خون میشه. من نمیخواستم این کارو بکنم. اولین گلابه برو کلش دعوارش کنم. با تو نبودم که چی کار داری میکنی و چی داری بری میری. ای بابا نکن این کارو زشته. هنوز با هم درست آشنا نشدیم. اون موتوریه بود آقا. الان ویدیو قبلی موتوریه بود. من شباهت دادم به شکیب فوتبالیست محلمون. من اونو شباهت دادم به اون داشت خندم میگه خودمو گرفتم. الان چندیم آقای فیلم بردار؟ شکیب 2 عباس 1. چرا الان ایشون خندید؟ شکیب 2 دیگه. امتیاز میرسه به من. 2-1 فیلم بردار مقاطی کردم. وقتی گل تریکو با هم می‌دادیم. هر کی امتیازاش بیشتر باشه اون مجازات میشه. نه خیر، هر کی امتیازش کمتر باشه اون مجازات میشه. داداش کنم ما تعداد خنده رو حساب میکنیم نه تعداد نخندنو. اوکی پس من جلوم با اینکه عقبم ولی جلوم کلا عقب موندی. آخ خلیص شده. ببینم این ژلاتی کرده. وای من نمیخورم. خیلی وای بگو عوض کن آبو. نخور تو رو به ابوالفضل نخور. حالم داره بد میشه. ریدم تو روزای سخته. الان این چه سختی داره دو قدم راهه. نه بده من عوض میکنم. نه خودم خودم تو اون نکنه به حالم بد میشه. این گرگم عوض کنه. بابا خودم هم عوض کنم. چرا اونو؟ هرچی از این شیر آب میریزم تهش خاکه. بابا این مدلش اینجوریه. شیره به چی وصله؟ در خدا خاکه. سد لطیان. سد لطیان. دم پای نداری؟ نه. بالا پشو کنم آبه. ریدی بالا پشی بولاره. آفتاب غلیظه. آفتاب چی؟ آفتاب چی؟ شرف ریدم. آقا در رو باز میکنین هی در میری میای تر میزنی تو ویدیو. یه ساعت بذارید اون زیر، ساعت رو بذارید اون زیر، بالا آوردی مریضی تو اصلا مشنبه. بس الان چی رو داری بازیافت میکنی؟ دوستان دارم بی‌احترامی سی شیر بابا همه تو نمینه میگین. چند تا ویدیو مونده؟ شاید 2-3 تا مونده باشه. خدا میدونه. خدا کنه تا 2-3 تا دیگه تمام شه. این پارچه نصفه بود. انقدر توف کردی توش بار شده بود.
خیابش بچه یکم فیلم بردارمون اوغزنه متاسفانه. یه چیز بعد بو هم کنه حالش بد میشه. بو میکنی اینو شنازه خوب چیزیه. بو کن اینو. ببین از اون پاش دیگه من تا آخر عمرم آبی نمیخورم. غلط کردی الان قربونتو نیست قربونت اینو بدون. صندلی خیز ریدت اینجا نباید دست بزنی. هرچی آب دهن اینجا سلام. این اوکی من باز منطقی کار کردم گفتم اوکی آب دهن خودمه اینجاست. این برداشت نیست کلا حس کرده. رفورده دکتره. ای کاش این بگیم دست فیلم بردار فیلم. ای کاش پوکر فیسشو دوست دارم. Como hay de los jóvenes. Como hay de los jóvenes para mamá. ریدی تو استادیوم. آقا این مجازاته. گوشیم کلا خیلی درک تو آب میشه خفه شو. خفه شو. دو چیه؟ تو آب میشه اصلا دارم چی کار میکنیم؟ بگی بشه توفه. آقا ما نتایج رو اعلام میکنیم. آقا بذار آقا الان اسلو موشن میکنیم میفهمیم کی اول خندید. خب بچه الان آقا نتیجهشو اعلام میکنم. اولش شکیب خندید. اولین نفر شکیب خندید. شکیب 3 عباس 1. ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. رمزش چیه؟ کات ویدیو رو درست کردیم. اکشن. بریم. خود ریدی که ماما. Ma'am, may I ask, what made you fall in love with him? Oh, it was his charming smile and how affectionate he is. به نظرم حالگاهشون قوی تر از بفهم. نوشتم نامه‌ای در برگ چایی نادی هم نامه من. آقا تست جنس شلوار ما با شلوار اوناه. الان این شلوار اوناست. آقا ما برو. میدونی امروز یادآور کدوم یک از حوادث انقلابه؟ جاسوسی حضرت انقلاب. آقا علی آقا بعد از 2 هفته هوندا رو آورد بهمون داد و یه دونه وی مکس بهش دادیم. شما بگید شغل علی آقا چیه؟
저거 저거 내가 이 남자 들은 뭐 하는 걸까 이러면서 خواب بودم بیدارم کردیم مادر قهوه شمشیرم کو. اینو میخورم به سلامتی اونی که فهمید و نداد و اونی که داد و نفهمید. زبون لالی بلد نیستم. علی آقا قربون دست از پایین تر بگی بزن. علی آقا پایین بگی پایین تر از 5 نفر نظرخواهی میکنم. شما هم اگر کاری میخواید انجام بدید برادری هست بزرگتری هست یا با هم مشورت کنید. وقتی مشورت کردید کار نتیجه خوبی میدید. قبول دارید حرف منو؟ نه. خب به نظر خودت باید رنگش چه رنگی بشه؟ همین وسط رنگمون که حالا دورش خیلی سیاهه. خب تیره است. هم وسط لبم بشه مشکل نداره. شما خودمونم سیاهیم یه جوری بشه دیگه طبیعی بشه. آره طبیعی بشه. مرسی. حتما. چون دست مثلا نمیذاری الان اونجا 6 کیلو توف کردید لعنت به بچه‌ها. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. نتیجه بازی چند شد؟ نتیجه 3-1. این بازی پایان میرسه. به پایان رسید یا نه؟ این مدار با اینه 3-1. البته 4 تا بوده بچه‌ها دیدم مطمئنم ولی شما آره شکیب 3 عباس 1. کامنت از حقوق من دفاع کنید. 3 آقا کسایی که میگن فیلم مردم مجازات بشه عدد 5 رو کامنت کنم. عدد 5 3-1 مجازات. متاسفانه ما چیزی واسه این ویدیو آماده نکردیم. پس میره واسه شورت ویدیو. اونم یه مجازات راحت نیست. از دست بدید بعد از دست دادید. یه چیز خیلی خوب باید دست دادید. بیچارت قرار کنم کاری میکنم به دنیا آمدنت پشیمان شد. به پدرت میگویم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. چنل شکیباز شو رو حتما فالو کنید. این پایین میاد. لایک و کامنت فراموش نشه. حتما چنل ما رو دنبال کنید چون مطمئن باشین ویدیوهای خوبم از دست میدن. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بای بای. خداحافظ.